این اختراع وحشتناک راکتور اتمی خانگی هست. Introducing the Enron egg. اسمش انرون اگ، یعنی تخم مرغ، ولی من همون انرون اگ صداش میکنم. The world's first micronuclear reactor. اولین راکتور اتمی مایکرو یعنی کوچیک For residential suburban use. برای مصرف خانگی. This little device. بچه این فکر میکنه تا چقدر وقت برق رو میتونه تهیه کنه به شما بده؟ وحشتناکه اصلا. من فکر میکنم یه چپتر جدید باز شد همین الان تو ذهن همتون، ولی ببینید Can power your entire home for up to 10 continuous years. تا 10 سال میتونه خونه شما رو برق بده. یعنی شما یه دونه از اینا میذارید خونتون، 10 سال برق دارید. نه سیم کشی لازم داره، نه تیر چراغ برق، نه کابلی که از زیر بیاد، نه کابلی که از رو بیاد. فقط یه دونه از اینا میگیرید و میذارید داخل منزل. It goes without saying, but when you put a nuclear reactor in your home, it's got to be safe for the whole family. خب اگه قرار راکتور اتمی بذارید خونه، برای همه خانواده امن باشه. I've been living with an egg for a few months now, and let me just tell you that my little ones, they freaking love it. خب الان میگه چند ماه اینو دارم و بچه‌ام خیلی دوستش دارن و غیره. من حالا یه تصاویری ازش به شما نشون بدم که شاید بهتر بتونید درک بکنید که چه خبره. دقیقاً تصویرش همینی که مشاهده میکنید و بخش‌های داخلیشو معرفی کرده. چیزی که الان قرار اختراع بشه پروتوتایپه و میتونه تا 10 سال برق ماشین شما رو بده. من حالا داشتم اینجا نگاه میکردم، آقا قیمتش چنده؟ قیمتش گفته بین 19,000 تا 50,000 دلار میتونه باشه. البته این تولیدهای اول معمولا میدونید که بعد از 6 ماه ممکن قیمتش نصف بشه. همیشه اولیش خیلی گرونه. در مورد امنیتش نوشته، چجوری کار میکنه. توی یه سری از تصاویر اینجا انقدر اون مقدار اورانیوم و سیرکونیوم و این چیزا که توش استفاده شده اینقدر ریزه، یعنی به اندازه چی بگم 4 تا نخود انداختن توش. به حال وضعیتی که مشخصه دیگه.